بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، شکر گفتن پروردگار از بزرگترین طاعت ها و عبادت هاست. شکر عملی است که قرآن عظیم الشان و اینچنین سنت نبوی ما را به آن امر کرده. در آیه های زیاد، در احادیث زیاد بنده به شکر گفتن سفارش می شود، دستور می شود. بهترین شکر همان است که هم به قلب باشد، هم به زبان و هم به اعضا. شکر قلبی این است که شخص احساس کند، این شعور را داشته باشد که پروردگارش به او نعمت‌های عطاهای بخشیده است، نصیب گردانیده. زبان به ثنا و ذکر و به تقدیس او تعالی مشغول شود و دست و پا شکرش این است که آن نعمت‌ها در طاعت پروردگار صرف کردند، آن نعمت‌ها در راه طاعت خدا، در راه به دست آوردن رضای او تعالی استفاده برده شوند. اما آن نکته را که می‌خواهیم این نشست بیان نماییم این است که نعمت‌های پروردگار نه تنها خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها است. نعمت‌های الهی فراتر از این چیز هاست. یعنی مردمان غالباً عادت دارند سر دسترخوان گسترده که پر از ناز و نعمت باشد شینند یا لباس نوی پوشند، الحمدلله میگن. ببینید که خداوند این همه نعمت را برای ما ارزانی داشته. اما باید دانیم که این غذاهای جسم یک بخشی خیلی اندک نعمت‌های پروردگارند. خداوند نعمت‌های خیلی بزرگتری مهمتر دارد که بعضاً متاسفانه به یاد کس نمیرسد که خداوند را در مقابل آن نعمت شکرگزاری کند. حتی از ابو دردا، از این صحابی بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم، اثر جالبی در این مورد روایت شده که آن را امام ابو نعیم اصفهانی در کتاب نفیس خود حلیة الاولیا ذکر کرده آورده است که ابو دردا می گفته: من لم یر لله تعالی نعمة علیه الا فی مطعمه و مشربه فقد قل فهمه و حضر عذابه. یعنی هر آن کس که نعمت خدا را تنها در خوردنی ها، در نوشیدنی ها، بگذار در پوشیدنی ها علاوه کنه، میبیند، واقعا این نفر کوتاه نظر است. این فقه در دین ندارد، فهم دین ندارد، خدا را درست نشناختن، نعمت های خداوندش را درست نشناختن. اگر نعمت را تنها در خوردنی و پوشیدنی و نوشیدنی محصور میداند، وقتی اگر خوردنی نیابد، پوشیدنی نیابد، فکر میکند در خیلی آزمایش و ابتلا و امتحان خدا قرار گرفته، در حالی که نعمت‌های خداوند فراتر از این هاست. تن صحت نعمت بزرگ است، چشم بینا، دست گیرا، پای روان، این درست خواب کردن از خواب خیستن، قلبی که تپش میزند، خونی که در جسم دور میخورد، فرزند صالحی که به دیدنش پدر شاد می شود، همسر صالحی که خانه را پاسبانی می کند، خدمت می کند، همسایه خوبی که آزار نمی رساند، کارگری امانتداری که امانت را خیانت نمی کند، استاد مشفقی که درس می آموزد. عموما همه این چیزهایی که انسان بهره برداری می کند در این حیات، از هر چیزی، از هر کسی بهره می گیرد، نعمت الهی است. مگر این صورت زیبایی که انسان در پیش آینه خودش را هر صبح می‌بیند، موی سرش را شانه می‌زند، خودش را آرام می‌دهد، آیا بار به یادش رسیده که شکر بیاد که الحمدلله تعالی که خدا مرا این صورت زیبا بخشیده. شرط نیست که انسان طعام لذیذ خورد، یک طبق طعام را تناول کند و سپس بیاد که الحمدلله، خدا را شکر که نعمت خوردن برای من داده. می شود که از خواب خیزد، خدا را شکر گوید، چون که بعضی ها خواب میکنن دوباره از خواب نمی خیزد. و اینکه خوابش میبرد این یک نعمت است، و اینکه از خواب بیدار میشود نعمت دیگر است. اینکه خودش به کمک داروی به دخالت طبیب نفس میکشد، این خودش نعمت بزرگ است. خداوند به این قضیه، یعنی به زیاد بودن نعمتهایش برای هر بنده، نظر بنده را جلب کرده. در قرآن فرموده: و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. شما اگر خواهید نعمت‌های پروردگار را بشمارید نمیتوانید، از شما را حساب بیرون است. بنده همان بهکیز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد. بهتر است که اعتراف کند، بیاد پروردگارا تو برای من چنان نعمت‌های زیاد،
و چنان بخشش های ارزشمند و والا و بالای عطا کرده ای که من از عهده شکر آن نمی برایم. پروردگارا مرا عفو کن. پروردگارا این شکری اندکی مرا به فضل و لطف و رحمتت بپذیر. از این خاطر می باید بنده بیدار دل در هر قدمی، در هر حرکتی، در هر گفتاری، در هر صحنه، هر موقف زندگی باید نعمت‌های پروردگارش را دیده تواند. باید چشمی بینایی داشته باشد، باید صاحب بصیرت باشد، در هر چیز عطای پروردگارش را دیده تواند و البته بعد دیدن باید شکر آن به جای آورد. علما میگویند شکر قید للموجود و صید للمفقود. شکر گفتن نعمت‌های خداوند را قید موجود است، یعنی نعمت‌های بوده را حفظ می‌کند و مانند شخصی که چیزی ارزشمندش را در مخزن حفظ می‌کند، محکم می‌کند. شکر گفتن نعمت‌های پروردگار برای نعمت‌ها قید است، گویا تو را بستی، از دستت دیگر نمی رود، از دست نمی دهی، قیدش کردی، بستهش کردی برای خودت. و صید للمفقود، و برای نعمت‌های نبوده صید است، نعمت‌هایی که حالا برخوردارش نیستی، حالا آرزو داری یا تمنا میکنی یا دعا میکنی که خدا نصیبت کند. شکر گفتن نعمت‌های بوده اون نعمت‌های نبوده را صید کرده برای تو می آرد. از شکر قید للموجود و صید للمفقود گفتن و این معنا اصلا در قرآن نیز ذکر شده. خداوند عزوجل فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، بین حروف تأکید. شما اگر شکری نعمت‌ها بجا آرید حتما شما را زیادتر میبخشم، حتما نعمت‌هایم را افزون میگردانم. بنابراین بنده میباید در هر لحظه، در هر چیزی که بهره میگیرد استفاده میبرد، حتی از نور آفتاب وقتی که بهره برداری میکند باید احساس نعمت پروردگار کند. حتی بارانی که میبارد گرچنده که برای عمومی مردم میبارد، آفتاب برای عمومی مردم روشنی میدهد، شب با این آرامیش برای همه مردم تاریکی میآرد، اما بنده بیداردل باید در همین چیزهای عمومی نیز لطف خدا را ببیند، نعمت خدا ببیند. زیرا خود قرآن میگوید اگر خداوند همین شب را طولانی میکرد، دائمی میکرد، سرمدی میکرد، برای شما که روشنی می آورد که پشت کار و روزگارتان شوید. و اگر روز را همیشگی میگردانید که به شما تاریکی می آورد که استراحت کنید. یعنی آمدن شب و روز حتی نعمت است. انسان میباید در هر چیز نعمت خدا را احساس کند و شکر آن را به جا آورد. و امید دیدار در صحبت های بعدی. در حفظ و امان خداوند باشید.